سلام سلام كمسك الختام. با نام خداوند بخشنده و مهربان. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: آگاه باشید که همسرانتان بر شما حقی دارند، همان طوری که شما بر آنها حق دارید. روایت ابن ماجه. در این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آگاه می‌کنند که تا زن و شوهر حق‌های یکدیگر را بجا آورند. اگر در هر عائله این حق‌ها آموخته شده و رعایت کرده شوند، زندگی آنها خوش می‌گذرد و سبب اکثر جنجال‌ها و طلاق‌ها این میباشد که زن و شوهر حق‌های یکدیگر را پایمال می‌کنند و تنها با راه تقوا میتوان این حق‌ها را رعایت کرد. یعنی مرد با تقوا و زنی با تقوای و خدا ترس میتواند حق شوهرش را بجای آورد و اینچنین مرد با تقوای و خدا ترس میتواند حق‌های همسرش را بجای آورد. پس دوستان، حرکت بکنیم که در زندگی تقوا را پیشه کنیم، چون تنها با راه تقوا ما میتوانیم حق‌های یکدیگر را بجا آورد. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.